الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برادر سوال نموده اند که آیا کافرها بر بالای مسلمان حق دارند و اگر داشته باشند چه حق هاست و اگر مسلمان به کافر دروغ بگوید یا که حق او را به جا نآورد، آیا کافر در روز قیامت دعوا کرده می تواند از بالای مسلمان یا نه؟ این مسئله را به ما بفهمانید. ما این مسئله را به شما مختصرا بیان میکنیم که جواب این است که کافرها یک چند قسم هستند. همین کافرهایی که اصلی هستند، یهود، نصارا، مشرکین، اینها یک چند قسم هستند. اول یهود و نصارا. یهود و نصارا اهل کتاب امروزه بسیارترین کافرهایی که در روی این عالم وجود دارند، اینها همه یک نمود نیستند. اولین نمود اینها که ما باید حقاش رو به جا بیاوریم اگر وجود داشته باشد یا یک روزی به وجود آید، این کافرهای اهل ذمه هست. مثلا یک دولت اسلامی باشد، حکومت اسلامی باشد، یک سرزمین کشور اسلامی باشد. در این کشور اسلامی یهود و نصارای از اهل کتاب در بین مسلمان ها در زیر حکومت اسلامی زندگی بکنند با قاعده قوانین اسلامی. یهود هستند و نصارا هستند، بله همچنین است. اسلام اینها را اهل ذمه میگه. اینها اهل ذمه در زیر ذمه و حمایت مسلمان ها هستند. جزیه میدهند و زندگی میکنند، چخیلی که الله در قرآن خودش گفته است: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بدين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. یعنی جزیه میدهند، اما یهود و نصارا می ایستند در بین مسلمان ها زندگی میکنند. اینها حق دارند به بالای مسلمان ها، چخیلی که در زمان صحابگان رضی الله عنهم و بعد از این در زمان دولت اموی، عباسی، دولت های اسلامی، عثمانی، در مدت 1000 سال بسیار کافرهای از یهود و نصارا بودند که در زیر حکومت اسلامی زندگی میکردند. حتی مجوس ها را حکمش را در زمان عمر رضی الله عنه مثل حکم اهل کتاب معامله کردند از سبب زیاد بودن، و این خودی نشانداد رسول الله صلی الله علیه و آله بود. یعنی اینها جزیه میدادند و در زیر حمایت کشور و حکومت اسلامی بودند. از همین جد اینها حق دارند. امروز البته وجود ندارد. امروز یگان دولت اسلامی حقیقی وجود ندارد که کافرها در این دولت اهل ذمه باشند. امروز کافرها اهل ذمه نیستند. امروز کفار اعوذ بالله به بالای مسلمان ها مسلط شد، برعکس مسلمان ها جزیه میدهند و در زیر حمایه کفرها زندگی میکنند در اروپا و این و آن همه جا قریب. بالعموم اگر این چنین کافری را ما پیدا کردیم که اهل ذمه هست، به قانون الله زندگی میکند، به این معنا که جزیه را میدهد، به بالای اینها تطبیق شریعت میشود، اینها زندگی میکند به قانون همون شرط و شروطی عشر عمریه میگن، عشر العمریه، یعنی 10 قانون شرطی که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه مونده بودند وقتی که فلسطین رو فتح کردند. اینها حق دارند. حق اینها رو الله سبحانه و تعالی و رسولش بیان کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن کسی که اهل ذمه را کشد، میگن که از ما نیست در بعضی روایت، یعنی نکشید، اهل ذمه را نکشید میگن. و در زمان عمر بن الخطاب رضی الله عنه و در زمان دیگر از دولت‌های اسلامی از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله قانون گرفته بودند که هیچ کس به آنها تجاوز نمی کند، هیچ کس چیزی اونها را نمیدوزد، چیزی اونها را دزدیدن دزدی است، گرفتن به اجازت البته به جوابگری کشیده میشد. اونها حقوق دارند، باید احترام کرده شوند از همه جهت، هم حقوق همسایگی، هم حقوق انسانی، هم حقوق و دیگر حقوق، احترام و غیره. زیرا که اینها به کشور اسلامی، به حکومت اسلامی راضی شدند و به حمایش در آمدند و مبلغ میدهند. این یک نمود کفار است که حقش به جا نشد. دومی نمود کفار است معاهد. کافرهایی که در زیر دولت اسلامی زندگی نمیکنند، بلکه اینها خودشون یک کشوری کفری خود را دارند، حکومت الهیده کفری خود را دارند، لیکن این کافرها به دولت کشور اسلامی بین همدیگر عهد دارند، عهد و پیمان.
چگونه که در زمان دولت‌های اسلامی به یک دولت کافری عهد و پیمان میکردن که ما با تو جنگ نمیکنیم، تو با ما یعنی هجوم نمیکنیم، ما با تو هجوم نمیکنیم، تو انسان‌های ما رو نمیکشیم و انسان‌های تو رو نمیکشیم، تو چیزهای ما رو نمیدوزیم و چیزها رو تو، یعنی عهد و پیمان. البته هر حکومت کافری که با حکومت اسلامی عهد و پیمان دارد، با ولی الامر مسلمان دولت اسلامی حقیقی، اینها رو البته شما در یعنی غیر جنگی هست، جنگ هیچ هجومی از طرف اینها نیست، در عهد و پیمان است، به اینها شما باید حقش رو بجورید. حق همین است که همون عهد و پیمانی که است به اینها ضرر نبیارید، اگر ضرر بیارید البته شما به جوابگری کشیده میشوید. اما به جوابگری در این دنیا کشیده شدن، آیا در روز قیامت کافر به بالای شما دعوا میکند نمیکند؟ قول راجح همین است که والله اعلم این کار شما خطاگی گفته می شود. اگر یک کاری خطای در حق این کافر کردید، در روز قیامت به جوابگری کشیده نمی شوید، زیرا که اینها اهل ذمه نیستند، معاهد هستند، لیکن این کار شما خطاگی است و از نظر شریعت حکومت همون وقته اسلامی، همون ولی الامر به بالای شما کدام مصلحه رو بیند حکم میگذارد، حد تعزیر است، صد ذریعه است یا که یک چیز دیگر. سوم نمود کفار، کفار مستعمن است. مستعمن این کفاری که از یک دولت معاهد یا که از یک دولت محارب فرق ندارد، به دولت اسلامی نماینده شده می آیند، سفیر یا سفارت. امروزه سفارت ها مثلا اگر امروز یک دولت اسلامی حقیقی باشد و یک دولت کافر نماینده خودش رو، سفیر خودش رو به مدت معین به واسطه یعنی صحبت های دیپلماتی برای بررسی کردن بعضی از مسائل با نشاندادی حکومت اسلامی، با نشاندادی ولی الامر این عمل انجام شده باشد و اینها همچنین بیایند، حتی از یک دولتی که شما جنگ میکنید، دولتی محارب باشد، هم یک چند نماینده هایش بیاید و دولت اسلامی به آنها اجازت بدهد برای یک مسئله رو فهمیش و شیشتن و این آن، همین انسان های آمده رو کشتن، قتل کردند، دزدیدن و همین چیزها حرام است. البته از نظر شریعت به جوابگری کشیده می شوید و گناهگار هستید در نزد الله سبحانه و تعالی شما. و این رو نه فقط خطاگی گفته می شود، حتی گناهگارید، برای اون که نصوص این چیز رو بیان کرده است. این سومین نمود است. چهارمین نمود کفار، کفار محارب است. یک دولتی که مسلمان کشی میکند، دولت کافری که مسلمان کشی میکند، یک دولتی به مانند روسیه است، امریکا است، که اینها شب روز مسلمان کشی میکنند، اینها این دولت را دولت محارب گفته میشه، زیرا که اینها به مسلمان ها عهد پیمان هم نکردند با یگان دولت اسلامی حقیقی و اینچنین مسلمان کشی را بس هم نمیکنند، شب روز در همه جا مسلمان کشی میکنند، هم زن هم مرد هم کودک. مسلمان ها در درون این حکومت ها زندگی بکند، به اینها دروغ گفتن یا اگر چی حق و حقوق دارد کافر؟ اگر یک مسلمان در روسیه زندگی کند، همون کافرهای روسیه برای مسلمان چه حقوق دارد؟ بارک الله فیکم. از همین جد علما میگن که این کافرهایی که در همین دولت محارب زندگی میکند، اگر طرفدار این حکومتی کافری باشد، همین حکومت رو 100% همه عملهاش رو درست بگوید و یعنی طرفدار باشد، هم فکر باشد در مسلمان کشی و غیره، این هم یک انسان فردی محارب است. حالا که به اجماع علما هر کافری که در زیر دولت محارب زندگی میکند این از جمله محارب است. بالعموم این کافرها به سر مسلمان ها هیچ حقی ندارند، هیچ حقی ندارند. اما مسلمان ها چگونه معامله میکنند؟ مسلمان ها به این کافرهای محارب به مصلحه و مفسده نظر کرده زندگی میکنند. یعنی مسلمان های تاجیکستان امروز از سبب فقیری، بیکاری به روسیه میروند. وقتی که به روسیه رفتن، روس ها کافری محارب هستند، کافرها هستند که یعنی حکومت روس به مسلمان ها جنگ میکند. تاجیک ها در این حالت چگونه باید زندگی کنند؟ مصلحه خود را نظر کرده زندگی میکنند، یعنی فایده و ضرر را دیده زندگی میکنند. وقتی که با کافر مثلا درشت معاملگی کردن، دیدن که ضرر میآورد، درشت معاملگی نمیکنن، لیکن با قلبشون بد میبینن، کافر میگن، به او سرخم نمیکنند، یعنی هیچ حق ندارد اونو. اما از سبب مصلحه مفسده دنیوی شما آرام میگردید،
خیلی که امروز مثلا بسیار مسلمان های هست که در روسیه فایده ضرر خودش رو میگیرد و زندگی میکند. یعنی یک عملی نمیکند که از اونجا رونده شود یا که از کار رونده شود و به سبب این بعد گرسنه بماند و از همین جهت دینش رو الحمدلله حفظ میکند، موحد است و آرام تجارت میکند یا کار میکند، زندگی میکند، کارهای حلال رو انجام میدهد. بارک الله فیکم. لیکن اونها حق ندارند. ما وقتی که این سخن رو میگیم، مرجئه میگن که شما این هستید و اون هستید. این مرجئه خوبسا کافرها رو به سر مسلمان ها مسلط قرار میدن. ما هم هیچ کس رو بارک الله فیکم نمیگیم که شما مثلا حق ندارید هر کاری میخواید بکنید. نه، مصلحه مفسده رو باید نظر بکنید. دیگر مسلمان ها، دیگر برادرها رو نظر بکنید که این عمل شما چی ضرری به دیگرها میارد و غیره و غیره. اما معنای این سخن این نیست که شما غلام شوید. شما حق اینو هیچ حق ندارن. بارک الله فیکم. حتی حق همسایگی که در حدیث اومده است که اگر همسایت کفر باشد هم حق همسایگی دارد، در دولت محارب حق همسایگی هم ندارد. نظر بکنید به کتاب‌های علما. اما یک کافری که همسایه شما باشد یا یک شناس شما باشد، همکار شما باشد، به شما معامله خوب بکند، به شما نیکویی بکند و همین مسلمان کشی رو بد ببیند، البته به او معامله خوب میکنید، به او شما هم نیکویی میکنید. نیکویی به این معنی که معامله خوب میکنید تا که ان شاء الله آهسته آهسته به اسلام دعوت بشود. بارک الله فیکم.